شروع کنیم. خب نظر راجع چیه؟ شوخی کردم آقا. اینو گفتم کات میشه دیگه. آره این رفت. نظر راجع اتوبوس واشنگتن چیه؟ وای ببین خوب شد اومدن. خوب شما به من تاپیک بده. نه بابا من انقدر دیگه اینقدر چیزای عجیب غریب تو این مدت دیدم 3-4 ماهه بیشتر 6 ماهه که ببین هیچی سورپرایز هم نمیکنه ولی هیچی هم چیزم نمیکنه ناراحت هم نمیکنه همه چی دیگه دارم میبینم. خب چه خبر خوبی؟ سلامتی قربونت مرسی من دعوت کردی. خواهش میکنم. نه حرفا چیه شما سوال من اولین سوالم که چرا تایر حالا مثلا چی شد چرا رفتی تو بیزنس تایر؟ خب حالا بخوام بهت بگم خب پدر من از سن 10 سالگی تو کار تایر بودن تو ایران توی شهرشون مرند که 60 کیلومتری تبریز هست تو استان آذربایجان شرقی. خب اونجا ترکی؟ بله بلدی ترکی خودت کامل میفهمم متاسفانه نمیتونم صحبت کنم خیلی از این موضوع ناراحتم چون که تو خونه با من متاسفانه صحبت نکردم ولی مادر بزرگم اینا با هم ترکی صحبت میکنن من کامل متوجه میشم فارسی ریسپاند میکنم. آره تو 10 سالگیشون خب داییشون اونجا مغازه لاستیک فروشی میزنه و بابای من بعد مدرسه برای چون شهری هم که ما از اونجا میایم مرند توی مسیر ترانزیتیه که کامیونایی که از ترکیه میان به ایران از ایران میان به ترکیه از اونجا رد میشن و خب به خاطر اینکه حالا تو ایران از همون قدیم خب نسبت تفاوت پولمون با ترکیه و اینکه تو ایران لیبر خیلی ارزون تره و اینها خیلی از این ماشینای ترک میومدن تو ایران کارهای مکانیکی و تایر و ایناشون انجام میدادن و خب میومدن این ور مرز انجام میدادن. حالا همون اتفاقی که الان مثلا توی وینزدور کانادا خیلی کسایی که تو دیترویت زندگی میکنن میان اینجا بخاطر اون تفاوت 40% که پول ما آمریکا داره اونجا انجام میدن. اون موقع هم اینطوری بوده و این کامیونایی که می اومدن خب پدر من بعد ساعت مدرسهش میرفته اونجا و کمک میکرده که به اصطلاح این لاستیک ماشینا رو عوض بکنن و دیگه حالا میاد جلو که هنوزم که هنوز ما تو ایران شرکت تایرمون فعاله و اینجا ما از 2019 به خاطر اون وارد کار تایر شدیم. چند وقت اومدی؟ ما 2015 اومدیم. 2015 11 ساله یعنی 11 ساله. 2019 رو قبل کووید. قبل کووید بله جون 2019. بعد کووید مثلا تاثیر داشت رو بیزنست؟ حالا اگه یادشون باشه بچه‌ها و شما تو دوران کووید دولت کانادا یه سری بیزینس‌ها رو به عنوان بیزینس‌های اسنشیال اعلام کرد که حالا خدا رو شکر بیزینس ما جزء اون کاتگوری‌های اسنشیال بود و ما دوران کووید کلوزینگ نداشتیم باز بودیم شکر خدا. به جز اون تایمی که 2-3 هفته همه جا رو فکر می‌کنم تعطیل کردن و اینا تو پیکش چیز بود دیگه لاک داون همه جا بله به جز اون وقتی که دوباره چیز شد و اینا ما باز بودیم کلا. ولی خب اصلا حالا چطوری راحت بیزنس تایر مثلا مثلا اینداستری مختلف مثلا می‌بینی مثلا کار دیلرشیپ ها خیلی میگن مثلا اینداستری خیلی سخت ریال استیت هم obviously خیلی مثلا سخت و رقابتی و حالا شما به خصوص رفتید تو قسمت هولسل هم دارید کار میکنید. یه توضیح راجع به اینکه مثلا فرق هولسل و مثلا تک فروشی و مثلا موقعی که داشتید این بیزنس رو می‌زدید بیشترین مشکلاتی که باش مثلا دست و پنجه نرم کردی چی بود مثلا می‌خواستی راه بندازی؟ خب ببین اول که خب من بخوام بگم حالا توضیح دادم پدرم از اونجا از کمک کردن توی نصب تایرها توی مغازه داییش شروع کرد و اینها ولی کلا تایپ بیزنسی که ما تو ایران سالیان سال از سال تقریبا 67 که بعد اتمام جنگ که پدر من 2 سالم خدمت سربازی تو جنگ بوده و تو کردستان 28 ماه منطقه جنگی بوده و جنگیده و اینها که بعدش که تموم میشه و جون سالم به در میبرن خدا رو شکر میان تهران ما تو کار دیستریبیوشن و هولسل تایر بودیم. ولی خب تو ایران داستان به این صورته که تو وقتی هولسلر هستی اون کاری که ما الان میکنیم خیلی کار آفیسیه و ما خب یه دفتر مرکزی داریم که قدیم الایام توی چهارراه سرچشمه توی پایین مجلس که الان هستش تقریبا بهارستان هست اونجا بورس بازار لاستیک هست که آفیسمون اونجاه و یه دونه دفتر داریم تو شهرک غرب که خب اینجوریه که مثلا پدر من بیشتر اونجا و با تلفن و با ایمیل و خیلی استریت فوروارد و اونجوری نیست. ولی خب ما هم تو کانادا که شروع کردیم فکر می‌کردیم که حالا
میدونستیم که حالا سختیایی داره، خاکخوریایی داره، ولی پلنمون این بود که استریکتلی فقط هولسل باشیم. چون تو ایران هم مثلا پدر من تو سین خیلی کم اون کار ریتیل و نصب تایر و اینها رو انجام میداد. ولی خب کلا تو کشورهای مثل کانادا که هی داره این گپ بین مصرف کننده نهایی و وارد کننده و تولید کننده هی کمتر میشه که این خیلی به نفع مصرف کننده نهایی هست که این هر چقدر این گپ کم بشه، لایه ها کم بشه، قیمت بهتری رو میگیره. معروف میدلمن ها، آدمای وسط کمتر میشن. تو ایران ها مثلا 10 تا میدلمن هستش، ما وارد کننده هستیم، میریم مثلا به نماینده مثلا غرب کشور، شمال غرب کشور، اون هر کدوم تو هر شهر به هر و میرسه به دست 10 نفر جابجا میشه. 10 نفر. ولی خب تو کانادا الان جوری که شده خیلی این فاصله کم شده و ما اینو فهمیدیم که مارجین ها به شدت پایین هستش. هر روزم روی هولسل هر روزم داره پایین تر میاد، به خاطر اینکه خب موقعی که ما 2019 شروع کردیم، خب مثلا ما ایرانی، من موقع خاطرم نیست که تو کانادا کار تایر میکرد. حالا مغازه داشتن، بیشتر مکانیک شاپ بودن، کنارش کار تایرم انجام میدادن. ولی همین الان که دارم باهات صحبت میکنم، مخصوصا بعد اینکه ما شروع کردیم، خب خیلی ها اومدن. حالا البته حالا هر کدوم به اندازه خودشون، بعضیا کوچیک بعضیا بزرگ، ولی و ما به خاطر همین داستان مجبور شدیم که اپریشن ریتیل هم تو کانادا از همون 2019 با یه فاصله 3-4 ماه شروع بکنیم و خدمت درس کنم که الان که دارم باهات صحبت میکنم همچنان ما بیشترین پورشن بیزینسمون هولسلمون هست، شاید 70%، ولی خب ما 30% هم که عدد قابل توجهی ریتیل داریم. و حالا شاید جالبه که به دوستانم بگم، ما همین امروز که دارم باهات صحبت میکنم 2109 تا ریویو داریم تو گوگل که از 5 4 و 9 هستیم و از چت جی پی تی یا هر جا بپرسین تایر شاپ شماره 1 کل اونتاریو هستیم. یعنی ریتیلمون هم انقدر قوی بردیم جلو. ولی خب پلنمون نبود، ولی خب بازار ما رو به این سوق داد. آره کار مثلا تایر تو ایران سخت داره حالا یا اینجا؟ قطعا اینجا. خب تو ایران به دلیل تحریمایی که هست، خیلی از این شرکتایی که اینجا هستن اصلا تو ایران اجازه ورود ندارن. هستن تایرهای میشلن، بریجستون، ولی همشون قاچاقی با لنج و با کولبر و اینها وارد ایران میشه. ولی خب اینجا تمام این شرکت‌ها که لیدر این مارکت ما هستن همشون حضور دارن و خب وقتی یه استانداردی رو ست میکنن، چه حالا تو داستان مثلا یه کشوری باشه که تایر میشلن اصلا تایراش واردات نشه، خب برند کجایی هم میشلن فرانسویه، خدمت درس کنم مثلا بریجستون هستش که ژاپنیه، تو آمریکا هم تولید میشه، برندهای کومهو هست، نکسن هست که برای کورن، برندهای مختلف هستن. ولی عرضم اینه که اینا وقتی که یه جا باشن معیار استاندارد، خب اون مشتری که لاستیک میشلن زیر ماشینشه دیده که لاستیک میشلن مثلا برای ماشینش 4 سال کار کرده، انتظاری که تایر ما داره، حالا نمیگه 4 سال چون داره 1/3 قیمت پول میده، ولی میگه حداقل 3 سال 3 سال و نیم کار بکنه. ولی توی مارکتی که مثل ایران، اون تایرها با لاستیک‌های ایرانی میخواد، این تایرها که با تکنولوژی‌های همون 37-40 سال پیش که حالا انقلاب شد و اینا، اون تایرهایی که بودن، کارخونهایی که بودن و گذاشتن رفتن و شرکت‌های ایرانی هنوز دارن با اون تکنولوژی تولید میکنن. خب این تایر چینی رو میندازه، تایر ایرانی 2 سال کار میکنه، میگم این 3 سال هم کار کرد، دمت گرم. ولی خب هم لحاظ کیفیت خیلی با اون تو معرض رقابت قرار میگیری و باید هی سعی کنی جدیدترین تکنولوژی‌ها رو، تایرهای بهتر بیاری. هم لحاظ سرویس دهی تو قسمت هولسل، مثلا شرکت میشلن و بریجستون یا تمام این برندها، حالا من اینا رو مثال میزنم به خاطر اینکه شناخته شده ترین ها هستن، داستانشون اینه که توی داستان هولسل وقتی به دایرکت اکانت میدن که حالا یه مینیمم اوردر خیلی بالایی داره، سالیانه بالای $500,000 باید گارانتی کنی که ازشون میخری و اینها، که برند میشلن رو دایرکتلی ازشون بخری. اینا به این صورت میشه که سیم دی دلیوری یا مثلا مکسیموم بعد از ظهر سفارش بدی فردا برات میارن، برای وارانتیا، برای اینا. و خب خیلی هم مغازه ها که همچین سرویسی رو دارن میگیرن، از منی که وارد کننده برند لنویگیتور چینی که حالا رنگ یک لاستیکای چین هم هستم، انتظار دارن که همین سرویس ها رو بگیرن. یعنی این لیدرهای بازارن که اینا رو تعریف میکنن و تو برای 1/3 قیمت، بله، و برای اینکه تو اگه کچاپ بکنی باید عیناً اون سرویس ها رو بدی. با اینکه شاید میشلن به خاطر اینکه برند شناخته شده هستش و اینا مارجینای خیلی بالایی داره، ولی ما مارجینای پایینمون باید تمام اونها رو بریم جلو که عقب نمونیم از
این داستان، به خاطر این کانادا 100% سخت‌تره، اصلا سخت‌تره. ولی به نظر بهتره اینجا یا مثلا بیزنس اونجا آسان‌تره تو ایران؟ درسته. با اینکه تازه جنس‌ها اینجا فکر می‌کنم بیشتر شما دسترسی باید داشته باشید به اجناس. بله تو خب میگم تو اینجا خیلی سخت‌تره، تو ایران خیلی راحت‌تره. ولی خب من خودم به عنوان حالا یکی که تو سن پایین اومدم کانادا و اینجا کارو شروع کردم و اینها، سختیشو دوست دارم. چون که از اون ورم ببین نگاه کن، به عنوان یه جوونی که تو ایران هستش، تو مثلا میگه آقا من سالیانه $1000 درآمد دارم، با این $1000 پلن میکنی که آقا این خونه مثلا $5000، این ماشین مورد علاقم انقدر فلان 20 ساله، من گل میذارم تو مثلا 3 سال 4 سال برم خونه‌مو بخرم، برم ماشینمو بخرم. خب ببین تو ایران هر چقدر درآمد داشته باشی، حالا نمیدونم تو آخرین بار که ایران رفتی، من خودم رگولارلی معمولا ایران میرم. مثلا آخرین بار من 1.5 سال پیش ایران بودم. ببین حتی 1.5 سال پیش که من رفته بودم میگفتن خیلی قیمتا بالا اومده و فلان و اینها، از همون موقع تا الان دارم با دوستام که تو ایران صحبت میکنم، دفعه قیمتا 2 برابر نیم شده. خب تو ببین، ولی تو کانادا، حالا کانادا متاسفانه حالا به خاطر این دولت که الان سر کار هست و اینها یکم شرایط بد شده. بله حالا امیدواریم که بهتر بشه و اینها، ولی خب حداقل تو میتونی خب مثلا میدونی آقا من میخوام به عنوان یه جوون یه کاندو بخرم، مثلا آقا $500,000 من باید، حالا خودت هم ریال استیتی، مثلا باید 20%، 15%، 30% داون پیمنت بذارم. میتونی پلن بکنی با اون کاستاتو برآورد کنی، درآمدت رو بکنی بذاری کنار، حالا اون $500,000 میشه $520,000، شاید هم اونور بشه، ولی یه چیزی داری، تالرنسی داری که با یه کمی این اونور میتونی به اهدافت برسی. ولی خب تو ایران تو بگو اینقدر درآمد داری، از کجا میدونی اون خونه‌ای که تو پلن کرده بودی 2 سال 3 سال بعد که میخواد پولت برسه دوباره همون باشه؟ و هیچ وقت و همیشه یه لوپ باطلی و هی باید بدوی و اصلا یه حالتی که داره اونجا اینی که معلوم نیست چی میشه، همه بدتره. یعنی تو اگه بدونی که بعد میشه، با تکلیف دیگه انگار هیچ جا معلوم نیست. همش ما مثلا میخوایم یه ملکی داریم میخوایم بفروشیم، اون موقعی که مثلا میشد بفروشیمش نفروختیمش، خب مثلا گفتیم، ولی انقدر سخت شده، نه هیچکی میخره، نه هیچکی میفروشه، نه هیچکی اصلا کاری میکنه، همه نشستن منتظرن. میدونی متاسفانه آره، خرید ملک و اینا هم که تو ایران، من خودم حالا ما هم چون با ایران کار میکنیم، من اکثر خانواده‌ام به جز یکی از داییای عزیزم که اینجا و حالا مامان بابام و اینا ایرانن، یکی از داییام یه ملکی داره و یه مدت اومده بود کانادا پیش ما، خب هی زنگ می‌زدن و اینا، برام خیلی جالب بود. خونه بیشتر حالت مثلا مثل اون قرون وسطا که بود، مثلا خونه رو ازت میگیریم 2 تا ماشین میدیم، اینقدر $، میدیم مثلا واحد یه جای دیگه بهت میدم. آره میدونی خب این معامله کالا به کالا شده. آره دقیقاً. یه کانتینر تایر دارم مثلا. آره واقعا یکم خیلی اوضاع سختی شده واسه به خصوص یه چیزی که هست، ایرانیایی هم که داخلی حالا کانادا و آمریکا هستن. چون موقعی که من اومدم 2013 بود. خب مثلا دلار بودش، اول اومدم رو آخره احمدی نژاد بود یا روحانی، 3300 تومان بود، بعد یورو برجام شد 2400. من یادمه که 2015 2700 تومان بود. آره ما اصلا خیلی خوب شده بود. ولی دلاره الان انقدر تایم زیادی بالا بوده. من دیروز من فکر می‌کردم یادم مثلا اون موقع سال 2015 16 افتادم، این چقدر راحت‌تر بود زندگی واسه بله. اون به خصوص یه سری خب یه جمعیت خیلی زیاد ایرانی‌ها از ایران پول می‌آوردن. بله ما خودمون ما 2015 که اومدیم اینجا که بیزینس نداشتیم و یادمه که پدرم مثلا میگه آقا ما مثلا ماهیانه $5,000 خرجمونه، راحت بود. $5,000 میشه مثلا اینقدر. تو ایران هم ما همینقدر هزینه‌مونه برای اینکه مثلا یه زندگی خوبی رو داشته و خرج مدرسه و اینو خورد و خوراک و فلان و اینا، و واقعا اوکی بود. و به خاطر همین اصلا ما از اون اولش دنبال بیزینس نرفتیم، اومدیم حالا یه خونه‌ای تهیه کردیم و من مشغول دانشگاه بودم و داشتیم می‌کردیم که من بیزینس اکونومیکس خوندم. بله من البته توی انگلیس شروع کرده بودم، سال اول دانشگاه من اونجا بودم، بعد اومدیم کانادا و رفتم دانشگاه یورک دانشگاه. آره بعد دیدی همه ماشین‌های خب ایوی هم خیلی اومده، اصلا تاثیر داره، مثلا رابطه مستقیم داره اصلا بیزنس شما با بیزنس‌های مثلا ماشین و اینا؟ مثلا مشتریای شما، مشتری هولسل بیشتر مثلا کیا؟ دیلرشیپان، مشتری هولسل ما؟ بله خب چند تا کاتگوریه. خب
یا نمایشگاه‌های ماشین دست دوم هستن که خب به خاطر قانونایی که تو کانادا هستش نمایشگاه‌ها برای اینکه بخوان ماشین رو دوباره بفروشن باید ماشین سیفتی بشه که سیفتی چند تا بخش مختلف داره که یکی از مهمترین بخشاش لاستیک ماشین هست. خب قبلا روالی که بودش و اینا، حالا شرکتایی که مثلا مثل ما نبودن یا حالا قیمتا بالا بود، بیشتری نمایشگاه ماشینا میرفتن رو تایرای یوزد که میرفتن مثلا حالا ماشینایی که مثلا مایلجشون کم بوده راید آف شده از جانکیاردا تایراشون رو می‌خریدن اینها و خب یه بخششون اونه که الان با وجود شرکتایی مثل ما خب تایر نو میگیرن با کاست خیلی معقول و ماشین رو سیفتی میکنن. یه بخش دیگهش خدمت درس کنم که مکانیکا هستن که آبویسلی برای مشتریاشون اونایی که مخصوصاً به خاطر شرایط اقتصادی اینها خب نمیتونن، البته که ما نماینده تمام برند ها هم هستیم ولی راجع به اون برندی که خودمون واردات میکنیم که هم چینیه هم ویتنامیه داریم صحبت میکنیم. اونا برای کاستمراشون که حالا نمیخوام واسه یه ست تایر $1200 پول بدن، باجتشون کمتره، اونا هستن. رنتال کار کمپانیا هستن. خدمتتون عرض کنم که شرکت های فیلیت که مثلا دلیوری های آمازون رو میکنن، نمیدونم خدمتتون عرض بکنم که به هر حال مثلا یه شرکت هایی هستن که مثلا کارهای خدماتی تعداد زیادی ون دارن، تعداد زیادی ماشین دارن، عموما اینها هستن دیگه. و مردم عادی هم که حالا قسمت چیزشه ریتیلمون هستن. ببینم مثلا ترامپ که اومد تعرفه و اینا گروش تاثیر گروش مثلا روی خریداتون توی مثلا ببین کانادا هم داستانیه که خب این قانونایی که خدمتتون عرض کنم که حالا آمریکا وضع میکنه، حالا شاید همون لحظه نه ولی چون یه جورایی میره در مرور زمان به اون سمت و اینها، بله خب وقتی که ترامپ اومد با این کار تعرفه هایی که رو چین و اینا گذاشت، خب اونها خیلی متحمل ضرر های سنگینی شدن و مثلا تو بخش کار تایر خودم بهت بگم خب مارکت آمریکا دیگه اصلا ورود تایرهای چینی ممنوع شد. خب و اینا یه مارکت خیلی بزرگی تو آمریکا از دست دادن. یعنی من میدونم که یه دونه شرکت های چین فقط 39% مارکت شیر آمریکا برای این تایر بود. حالا تو حساب کن آمریکا خودش یکی از بزرگترین هابای تولید تایر در جهان هستش که خیلی باعث آن امپلویمنت شده بود فلان بود. واقعا ترامپ به نظر من علاوه اقتصادی خیلی رئیس جمهور خوبیه. یعنی برای ما که نه برای کشور خودش دارم صحبت میکنم. بله و خدمت درس کنم که این اتفاق که افتاد، خب چه اتفاقی افتاد باعث شد که خب چین خیلی قیمت‌ها رو ببره بالا، ولی اون داستان تعرفه‌ها هنوز تو کانادا اتفاق نیفتاده. ولی یه چیزی هست که ما پس ذهنمون هست که قطعاً کانادا هم در مرور زمان به اون سمت خواهد رفت. ما باید یه بکاپ پلنی داشته باشیم که بتونیم اگر اون اتفاق هم افتاد یهو یعنی کل بیزینسمون رو این داستان نباشه، بتونیم یه جوری اینو شیفتش کنیم و ادامه بدیم. ببین اون موقعی که مثلا می‌خواستید شروع کنید حالا بیزنس رو بزنید، مثلا بیشترین بزرگترین چالنجتون چی بود؟ مثلا پیدا کردن جا بود، گرفت لایسنس خاصی باید بگیرن برای بیزنس شما؟ لایسنس که داره واسه قسمت سرویسش مثلا که واسه اون ویک میدونم بخوان دیلرشیپ، مثلا چون خشایار می‌خواست ریسک کنه موقع دیلرشیپشون رو بزنن، 1 سال خورده‌ای وحشتناک دنبالش بود. یعنی خیلی میگفت بعد سخته مثلا چون خیلی رگولیشن خاص رو باید برن جلو. بله نه خب واسه ما هم چند تا بخش دیگه که خود لایسنس بیزینسه که خب خدمت درس کنم که اون جایی که اصلا اول میخوای توش بزنی، اولا که خب درست گفتی اول مرحله پیدا کردن جایی که خب کلا کار تایر و کلا کارهای اینداستریال، حالا دوستانم اینجا هستن که کار ریال استیت میکنن، کلا سخت الان توی اتاق 3 نفر 2 تا ایجنت بله کلا سخت میدن و حالا بازم اینداستریال به کارهای لایت اینداستریال و اینها باز کار تایر ما هم لحاظ بابت بیمه که خب اگه خدای نکرده آتش سوزی بشه دیگه جمع کردنش و اینها دقیقاً اون انوایرمنتال هم دارید؟ بله انوایرمنتال داریم. اگر زمین رو کانتامینیت بکنی بر سر این داستان پلاستیکایی که تموم میشه یعنی دیگه کار تمومه مثلا دیگه چیکارش میکنن؟ یه شرکتایی هستن که شرکتای وارد کننده تایر توی کانادا قانوناش به این صورت هستش که به ازای هر تایر نوعی که در اونتاریو میفروشن $5 ریبیت میده، ریسایکلینگ فی باید به نان
پرافیت اورگانایزیشن هستش به اون پول بدم و اون شرکت پول میده به سری از این شرکت ها که در سراسر اونتاریو اونها میرن و با اون هزینه‌ای که از اون نام پرافیته که وارد کننده ها پول بهشون میدن میره تایرها رو جمع میکنه و میبرن ریسایکل میکنن. حالا داشتم راجع به سوال قبلی راجع به لایسنس و اینا، خب اولا که میدونی واسه زونینگ و اینها و زونینگو که اول بعد جای اینداستریال باشه اونو رد میکنی میرسی لندلوردها خیلیاشون دوست ندارن به کار مکانیکی تایر شاپ و اینها بدن، باز دوباره اونو رد میکنی، بعد بری مجوز از سیتی بگیری که حالا من میخوام اینجا بیزینس رو استبلیش کنم، لایسنس رو بگیری و بعد برای کارکنانی که اونجا میخوان کار بکنن که میشه مثل داستان چون آنویک هم چند بخشه دیگه، یه دونه خود احتمالاً خشایار یا هر کسی یه دونه برای خود دیلرشیپ میگیره، هر سلز پرسن هم ایندیویدوال باید بره لایسنس جدا بگیره. ما هم برای تکنیشنامون باید برن لایسنس قطعاً ببخشید برای تعویض لاستیک و اینها بگیرن که سخت ترینش قطعاً با اختلاف پیدا کردن جایی که لندلوردش اوکی باشه که به تایر. بله اون بقیه چیزاش بر اساس کارهای اداری سختی‌ها و اعصاب‌خوردی‌های خودشو داره، ولی اون قسمت پیدا کردن جا سخت ترینشه. اگه بخواید دوباره مثلا بزنید چون الان لوکیشنتون هم جدید زدی از مارچ. بله ما خب اول که شروع کردیم جینو هایوی 7 بودیم، خدمت عرض کنم که آره سختی هم بودید. جینو هایوی 7 بودیم 140 داتن رود و بعدم نیم فقط خیلی شلوغه، جای صنعتی تورنتو دیگه. بله اونجا بودیم. خب مزیت‌های خودشو داشت، خیلی به بورس مکانیکی‌های تورنتو که اون کیلو فینچ و اینا هست، بعد از اون ور دسترسی به اتوبان 400 داشتیم که حالا واسه مغازه‌هایی که سمت وست هستن و کلاً دسترسی اینا خوب بودش. از یکم به مرکز ایرانی ها و بابت ریتیلی یکم سخت بود، ولی بابت هولسیلی پرفکت بود که حالا 3 سال اونجا فعالیت کردیم، 3 سال دیگه هم قرارداد داشتیم. متاسفانه اونجایی که ما داشتیم و چون میدونی هایوی 7 رو یه جوری دارن جدیدن دیگه میخوان بکنن رزیدنشیال دیگه، هی دارن بیلدینگ میسازن و فلان، یعنی از اون حالت کامرشیال 10 تا 20 سال. آره یواش یواش فکر کنم تا چند سال آینده اونجا کلا بیاد الحاق بشه به شهر و دیگه اونجا اصلا قسمت صنعتی نباشه. یه دونه از این شرکت‌های بزرگ کانستراکشنی اومد خلاصه لند ما رو هم خرید از لندلوردمون و به ما فقط گفتن که چک‌ها رو در بچه این شرکته بنویس ریمیلینگشو. ما نوشتیم، یه روز اومدیم دیدیم که درمون رو لاک کرده و ما رو به اصطلاح گفت که باید برین. ما گفتیم با ما قرارداد داریم یعنی چی فلان اینها و کلاس داشت. نه کلاس هم نداشت. خیلی جالب بود. کرونا تایم، یعنی بعد کرونا تایم بود. ما رفتیم لویر هم گرفتیم، کلی هم می‌دونی دیگه لویرها جواب سلامتو میدن. $450 یه ریتینر 2000 تایی بذار من با صحبت. $25,000 من یادمه که تا 2 هفته اول ما پول داده بودیم و اصلا همینجوری اونم میگفت که دون وری شما قرارداد دارین نمیتونسته و اینا. حالا ما گفتیم که نمیشه که حالا به امید این لویر باشیم و اینا. ما رفتیم از طریق چند تا دوست ایجنتی که داشتیم اون بیلدر معروف فوکتوان یا آقای ایرانی هم بود پیدا کردیم و اینا، یه میتینگ خلاصه تشکیل شد و اینا. خیلی علنی تو روی من گفتش که گفتم شما نمیتونید اینجا رو ببندی و اینا، ما بریم کورت و اینا شما رو میتونیم سو کنیم، ما قرارداد داریم، این همه ما ضرر زدین. تو حساب کن هر روز مغازه‌دارا زنگ میزنن، اصلا وچه خوبی نداشت، فکر می‌کردم ما مثلا پول رنتمون رو ندادیم مشکلی داریم. گفت که میدونم میبری ولی میتونی یه سال واسطی تا نوبت کورتت شه، همین الان کورت بگیری یه سال و مثلا 2-3 ماه بعده بیا امضا کن 2 ماه اینجا بهت وقت میدم برو جا پیدا کن اینجا برو. همینجا الان تو رونم میدونم میبری فلان و اینا ولی میتونی واسطی بیزنست یه سال خورده تعطیل باشه. و موقع فهمیدم که دنیا جای قشنگی نیست دیگه، مخصوصا اگه هموطن هر چی باشی، یعنی یه جوریه که وقتی که زورشون بهت برسه قشنگ زیر پا لهت میکنن. و اینجوری شد که ما از اونجا اومدیم یه جایی تو ریچموند هیل پیدا کردیم، 53 ابزرواتوری لین یانگو ولدریک بود. خیلی اتفاقی، خیلی هوپلس، چون هر جایی میرفتیم مخصوصا خیلی روهاش هم بود 2 ماه وقت داشتیم نمیدادن، اونجا رو پیدا کردیم. شکر خدا 3 سال خوب اونجا بودیم. و اینکه از مارچ امسالم به صورت کامل، البته ما این جای جدیدمون رو از سپتامبر گرفتیم چون اپورتونتی خیلی خوبی بود، یه جای
25,000 اسکوئر فیتیه که خدمت درس کنم آدرسش که چیه؟ 208 نیوکرک رود هست تو ریچموند هیل. اینجا رو از سپتامبر گرفتیم ولی جای قبلیمون هم داشتیم، چون تایم وینتر ما شلوغ‌ترین تایممونه، واقعا امکان جابجایی نبود دیگه. فوریه اونجا رو تحویل دادیم و از مارچ به صورت کامل الان اینجا هستیم و تازه هم کارهای کانستراکشنش داره، چون خیلی اومدم اون سری هنوز داشتن چیز میکنن جایی رو این منور. ببین مثلا یه چیزی من میگم، هنوز کار داستان ریتیلی که فرست کام فرست سرو. بله فکر نمی‌کنی من میخوام یه گله اینجا بکنم یه سیستم آقا رزرویشن چرا نمیذارید شما؟ خدمت درس کنم فلسفی این داستان چیه که مردم بیان اونجا وایسن؟ ببین داستان اینه که خب کلا این داستانی که واستن کلا توی راجب 2-3 ماه سال داریم صحبت میکنیم، راجب اکتبر و نوامبر و دیسامبر. ببین اتفاقی که میفته، ما خوب سیستم اپوینتمنت بیس رو قبلا امتحان کردیم. داستانی که میشه اینه که مثلا شما اپوینتمنت میذاری، خب مثلا شما فکر میکنی مثلا به عنوان بیزینس اونر هر ماشینی مثلا 30 تا 45 دقیقه برای نصب چارتاش کار داره، مخصوصا تو زمستون که هوا اینقدر سرده فلانه. اتفاق میفته که ماشینا میان آقا تو حساب کردی و مشتری بعدی تو و همینجوری متعاقبا تا آخر روز بوک کردی برای 45 دقیقه، بعد میاد داخل میخوای پیچو وا بکنی، آقا پیچه تو سرما یخ زده فلان شده، اوورتایت شده جایی که رفته قبلا پیشش، میدونی یعنی عوض اینکه 45 دقیقه طول بکشه یه دفعه 1.5 ساعت رو هویسته. بعد میدونی خب وقت مردمم که من مثلا میگم آقا تو فلان مثلا تایم باید بیای، میاد اون وقتی خب تموم نشه، میدونی این به صورت دومینویی کلشو خراب میکنه. به خاطر همین اتفاقی که میفته ما خیلی یعنی اون سیستم اپوینتمنتی واسه کار ما یه کار روتین اصلا مثل سلمونیه. من خودم مثلا سلمونی میرم، یارو اصلا خوش راحت کرده یه اپ زده، خب من مشخصه مو با ریش این خیلی استفاده، ولی واسه ما اینو نداره. به خاطر همین ما اینو اینجوری کردیم و از هم یعنی ما دوست داریم در روز اصلا 200 نفر بیان بزنیم و اینا، ولی خیلی هم این براشون کار نمیکنه. خب متاسفانه پیش ما نمیان. من حس میکنم ولی... نمیدونم، من چون چند بار چیزی گفتم مثلا خب شاید تعداد آدمایی که بیان بیشتر شه اونطوری. اگه مثلا میدونی تو میدونی مثلا یه ساعتی در روز هست بین مثلا 4 تا 7 بعد از ظهر، میدونی که خب معمولا آدما اون موقع میان. خب اگه مثلا ظرفیتیش بکنید، حالا نمیدونم یه سیستمی که چیز باشه، شاید مثلا یه سری واسهشون اوکی باشه روز بیان. یه داستان دیگه هم که هستش، حالا علاوه بر اینو بهت گفتم که مثلا حالا همین داستان که ماشین اتفاقا انکسپکتدی میفته که خیلی میفته، این مثلا اینجوری نیست که هر 10 تا ماشین یه دونه اتفاق بیفته، از هر 10 تا ماشین تو تایم زمستون 5-6 تاشون اتفاق میفته. یه مشکلی هست، هوا سرده فلان لاستیکا. یه داستان دیگه هم اینه که متاسفانه ببین نگاه کن، خب من همیشه مثلا پدرم میگه که با پول کار کرده باید چیز بکنیم. ببین جایی که مثلا کاری که مثل ماه، شما حساب کن که اوکی من مثلا تو رو میگم مثلا آریا میگه من ساعت 4 میام، خب وقتی ساعت 4 میام ما مثلا فکر کن اونجا 4 تا جک داریم که مثلا من برای ساعت 4 تا جک رو مثلا بوک کردم، نیروهام آمادن که بزنن. یه دفعه مثلا آریا و فلانی نمیاد، مشتری بعدی هم اونجا من چون اپوینتمنت بیسم دیگه اونجا نشسته، میگم یه 4:45 دقیقه میاد، یه دفعه 2 تا هویست خالی، میدونی چون که مشتریات تا مثلا وقتی مثلا دیدی برای هیرکات یا مثلا یه رستوران خوبی الان دانتان میخوای بوک بکنی، مثلا میگه $100 مثلا اوپن تیبل میذاره رو هولد که مثلا نیومدی، ولی ما اصلا اینو اصلا دوست ندارم و میدونم که اتفاقا افتاده بارها واسه اپوینتمنتی نه، شما مثلا اپوینتمنتی نبودیم ولی مثلا مشتری اومده دیپازیت گذاشته سم فلان تایر میشلن رو بخره، با اینکه میشلن ریفاند نمیکنه به من، پس نمیگیره، اومده گفته نه من اینو نمیخوام تایر رو، یه مشکلی پیش اومده و اینا، اصلا مدلم نیست که اون تایر رو در بیارم. آره $100 رو پس میدم، من استاک میشم با اون تایره تا یکی دیگه بیاد اینو بفروشم بره. بخاطر واسه این اپوینتمنتی هم بخاطر اینکه اینا رو الزام کنی که بیا بعد این دیپازیتر رو بگیری و من میدونم اگه کسی تو مجموعه من نیادم به من زنگ بزنه من نیومدم دیپازیت دادم، من دیپازیتشو پس میدم، چون اینجا من نشستم مردم پول زور بگیرم. به خاطر همین فعلا تا ببینیم ما در آینده اگه بتونیم با یه ایده کام اپ بکنیم که مثلا نصفشو اپوینتمنتی بکنیم، 2 تا هویس رو فری بزنیم واسه فرست کام فرست، 4 تا نمیدونم مثلا یه همچین حالتی بکنیم که حالا اونایی هم که خیلی تایم چیزن و اینا، ولی نمیدونم باید با یه چیزی کام اپ بکنیم. ولی ببین اگه بخوای دوباره بیزنس رو بزنی چیکار نمی‌کنی؟ اگه بخوای دوباره مثلا اولا میزنی دوباره تو کانادا بیزنس؟ بله قطعا. یعنی
اوکی با کانادا، چون مثلا خیلی آمریکا رو بیشتر دوست دارن واسه بیزنس کردن. هم راجع به آمریکا شنیدیم دیگه، میدونی منم قطعا همونجور که شما یا خیلی که کانادا هستن شنیدن و اینا، شنیدیم که خب آمریکا مخصوصا مثلا ایالت کالیفرنیا یا مثلا ایالت فلوریدا خب به خاطر هوای خوبی که دارن و اینها کوالیتی زندگی کلا بالاتر، قوانین مالیاتی واسه بیزینس اونرها خیلی بهتره و اینها، ولی خب حالا تا آدم نره اونجا زندگی نکنه نمیدونه دیگه. قطعا خب ما میگم خانوادهمون همگی، پدرم از قدیم اقدام کرد بیایم کانادا، شاید اگه میرفتیم آمریکا بهتر بود، نمیدونم، ولی منم همه کسایی که کانادا هستیم تو سن و سال ما هستیم دنبال پیشرفت هستیم این پلن بکاپ آمریکا رو دارن، ولی حالا تا ببینیم. من اصلا خودم فلوریدا بودم، یه تو کووید فرار کردم رفتم فلوریدا. اینجا لاکداون داده بودن، خسته بودن، من رفتم اونجا اصلا انگار معلوم نبود، یعنی اصلا انگار کووید نبود، همه راحت برو بیرون. وقت خیلی حال داد خدایی بهت بگم. بعد پسر خالم اونجا چیز داره، دیلرشیپ داره. رفتم اصلا مثلا گفتم دیلرشیپ چطوریه؟ گفت 2 هفته مثلا میتونی وا بکنی، یعنی رگولیشن ها اصلا نیستش اونجا، یه سری چیزا که اینجاست، ولی اگه میخوای دوباره بزنی چیکار نمیکنی دیگه مثلا، چون بالاخره آدم‌ها خیلی مثلا یه سری اشتباهات میکنن دیگه تو باز کردن اینا. خیلی کارا رو ببین، مثلا بخوام مثلا یه چند تا مثلا چند تا کار رو بگم، مثلا اینکه وقتی ما شروع کردیم مثلا کلا هر کاری که بخوای بزنی، مثلا کوچیک‌تر شروع میکنم، شریک نمیگیرم. مثلا ما ابتداش یه شریک داشتیم که ایشون هم آدم خیلی خوبیه، دوستمونه، هنوزم ایشون هم الان مغازه خودشو داره، ولی هم فکر میکنم ایشون موفق تره تنها، هم ما موفق تریم تنها. مثلا شریک نمیگیرم چون که نمیتونی اون ایده که تو ذهنته، چه ایشون چه من، ایمپلیمنت کنی تو بیزینسه و ببینی که چه جوری میشه. شاید مثلا الان تو ذهنمه که اگر من در 2-3 سال اولی که بیزینس زدم این کارا رو میکردم، الان اینجا شایدم نبودم، ولی حداقل این با خودت این چیزا رو نمیکنی، میری امتحان میکنی، یا شکست میخوری یا موفق میشی. ایشون هم همینطور، ایشون هم الان زده خیلی موفق. خدمت عرض کنم مثلا شریک نمیگیرم، کوچیک‌تر شروع میکنم. شریک یکی از بزرگترین هست، یعنی من خودم هم تا آخر عمرم دیگه شراکت نمی‌کنم، چون شریک داشتم. شراکت بزرگ میکنه کارتو خیلی، ولی اتفاقی که میفته اینه که تو هر روز باید با یه اخلاق دیگه، با یه کسی که مثلا دیدگاهش متفاوته، تو باید هی باهاش چیز بکنی. مثلا ما اون دوستمونم الان همین کار تایرو داره میکنه و اینا. اگر الان ما جوین بشیم، فکر میکنم که مثلا 90% مارکت تورنتو دست ما. خب خیلی اپورتونتی خفنیه فلانیه، چون هم لحاظ لوکیشنی جاهامون با هم اون میتونه منطقه رو پوشش بده، میتونه منطقه رو پوشش بدم، ایشون هم سرمایه‌ای داره، ایشون هم تجربه‌ای داره، ما هم داریم، میدونی. ولی خب مارکت رو ولی خیلی با هم رابطه دوستانه‌ای داریم، ولی اینجوریم که جداییم، ما همین کار خودمون رو میکنیم، ایشون هم کار خودش رو میکنه، خفن هم داره کار میکنه. مثلا این یکیشه. مثلا یه چیز دیگه بخوام بهت بگم، خیلی ها رو تو این راه خدمت عرض کنم که نمی آوردم و ببین ناکن یه داستانی که میشه، تو به هر حال بیزینس میزنی، یه سری افراد میان تو هم با نیت خوب یه سری مثلا کمک ها رو، یه سری مثلا آیدیا ها رو، یه سری فلان ها رو میکنی که خدمت درس کنم که مثلا به عنوان یه تیم با همدیگه بریم بالا، که مثلا آقا الان میاد، مثلا اصلا کمترین چیزشو میگم، حالا چیزای دیگه، مثلا آقا میاد مثلا اول به عنوان کارمند پیش شما، بعد این مدتی میشه منیجر، بعد میگه آقا مثلا خب ما به عنوان رول استارت اینو از کجا میگیری سوپلایر رو دیدیم میمه رو؟ آره، بعد مثلا به عنوان اینه که من مثلا الان تو بیزینس خودم مثلا میگم که آقا الان رود استارتر چی لازم داره. الان رود استارتر خب خیلی هم مشتریایی که دنبال لاستیک کیفیت خوب با قیمت خوب هستن میخوان از اسکاربرو بیان، از برمتون میان، خیلی اونجا مارکتش هاته دیگه. مثلا آقا من الان فکر می‌کردم که مثلا تو برمتون من الان مثلا یه لوکیشن داشته باشم، خیلی بیزنسم از ساید ریتیلش کمک میکنه. خب مثلا ما با این ایده که این افرادی که اومدن پیش ما، کنار ما هستن، که همشون هم تاج سر ما هستن، کمکشون بکنیم بعدن این کارا رو در کنار هم ببریم جلو. ولی انقدر شد که اومدن و
بعد یه مدت کارو یاد گرفتن و فلان و اینا یه ضربه های، حالا نه فقط بیزینسی، چون اصلا میدونی خدا رو شکر خدا با توجه به سابقه‌ای که پدر من داره، با توجه به زحمتایی که ما اینجا کشیدیم، حالا لازم باشه برای تعریف میکنم، در یه حدی هستیم که نمیتونن اصلا خطی لحاظ بیزینسی ما بندازن، ولی بیشتر از لحاظ این که دلت میسوزه که مثلا آقا من مثلا من این اووردم، اگر مثلا شما میخواستی کاری بکنی من خودم مثلا کمکت میکردم، با هم رفتن و برگشتن نه که برن الان مثلا بگم اونا هم رفتن الان، نه اتفاقا رفتن بعد مدتی برگشتن خیلی پشیمون آقا فعلا، ولی میدونی آدم دلش میسوزه که بابا من مگه مثلا ما از اول به تو نگفتیم، مگه کمک نکردیم. بعد چه جوری برن و بیان هم خیلی چیزه، موقع رفتن ها معمولا همه چیز میرن اصلا من این خیلی جالبی که بگم، مثلا من مثلا 2 تا از این دوستانی که پیشمون اصلا من نفهمیدم مثلا چه جوری، یعنی اصلا نگفتن میرن، یعنی مثلا اینجوری بود که مثلا یک شنبه ها که شاپ ما تعطیله یه شاپ دیگه ای وازه، مثلا ما مشتری مثلا خودمون تو مارکت پلیس داریم، یک شنبه ها میخوام فقط بیان ببریم اونجا، بعد یه مدت اومدم میگن الان یکم بیزنس اسلوه، ما مثلا 2 ماه میخوام برم اوبر کار کنم، بعدم مارچ دوباره میام استارت میزنیم، بعد یه دفعه ما توی گوگل ریویو های اونور ببینیم که داره مثلا جک زده زیر ماشین داره میزنه، و بعد خب هر کدوم این افراد بالاخره ببین تو توی بیزینسی 1 سال 2 سال رفت آمد کنی، میدونی یه سری چیزا رو به هر حال میدونی، یه سری چیزایی که کانفیدنشال تو بیزینس باید تو اون بیزینس باشه، اسرار اون بیزینس که ما خیلی مثلا راحت، چون من تو رو مثلا خانواده‌ام میدونم، میگم بیشتر از این که با خانواده‌ام با مادرم با خواهرم وقت طی کنم دارم با اون افرادی که اونجا هستن طی می‌کنم و اینا، میگیم نظرشون رو می‌خوایم با هم دیگه داریم میبریم جلو، بعد اینا رو شما میبری خیلی هاشون، مثلا من اونجا با پدرم کار می‌کنم و اینا، خب میدونی حالا نمیدونم با فامیلی تجربه کار کردن داشتی یا نه، ولی با داداشم کار کردم ولی دیگه نمیکنم. آره مثلا منم با پدرم کار میکنم، پدرم تاج سر منه، عشق منه، همه چیه منه، ولی واقعا خب خیلی سخته با پدر کار کردن، یعنی بعضی موقع ها، ولی حالا خدا رو شکر پدر من یه چیزی که داره اینه که مثلا اگر ما سر کارم با هم اختلاف نظر کاری داشته باشیم، خب این تو خونه هیچ وقت حداقل طرف پدرم نمیاد، من بعضی موقع شاید بچگی بکنم تو خونم، ولی طرف پدرم میایم خونه سر میز شامم میشینیم، اصلا خدا رو شکر اینو داره برای پدر من، ولی مثلا من یکم حالا سنم پایین‌تر اینو، ولی داستانی که هستش خب اونجا برای آرگومنتی پیش میاد دیگه، حتی شنیدم اینی که مثلا آره بابا مثلا سحن مثلا باباش گفت فلان کارو کن، نه یعنی حتی اینا رو هم میرن خاله زنکی پشت سر طرف میزنن و این خیلی آدمو میسوزونه، میدونی یعنی شما اومدی اونجا ما همه سر یه سفره با هم دیگه نون و نمک خوردیم فلان کردیم، خیلی اینا رو مثلا چیزی که الان به صورت واضح تو ذهنم بیاد، حالا اشتباههای بیزینسی که به نظر من یه بخشی از بیزینس و اونا باعث میشه که درس بگیری، اونا رو میکردم که الان یه جلوگیری کنه از اشتباهات بزرگتر، ولی این چیزای بیشتر معنوی و اینها رو بیشتر فکر می‌کنم. مثلا چیز بالاخره کارمندای مختلف داری دیگه، بیشتر ایرانیان من دیدم، ولی دیدم خارجی هم مکزیکی، ترکیه‌ای، بهترینایی که دیدی و بدترینایی که دیدی کدوم ملیتن؟ ایرانیان خوبا یا بدا؟ بعد که یه سری چیزا ایرانی‌ها دارن، چون من قبل اینکه خودم ایجنشم رستوران داشتم دیگه، یه حالت کیترینگ غذای سالم بود فکر کنم برای ورزشکارا، یه جایی رو ما اجاره کرده بودیم توی اونیو رو، آره که می‌خواستیم نصفشو بکنیم جیم مثل بچهای سورفیت، خب نصفشو بکنیم رستوران هلتی، ولی خب چون آشپزخونه هم داشتیم می‌خواستیم چیزام بزنیم، کیترینگ برندم زیرش بزنیم. خیلی وحشتناک سخت بود، یعنی بهش میگم من از خودم که کار غذا نبودم که شریکام کار غذا بودن، بعد با اونا زدیم، بعد یه چیزی دیدم مثلا ببین من می‌خوام اون موقع داشتم همزمانم واسه لایسنس یا استیت هم چیز می‌کردم، دیدم من می‌خوام این کارو ادامه بدم صبح تا شبم اینه، بله اصلا نمیتونی کار دیگه بکنی دیگه، هیچ دیگه فروختیم، ولی همون موقع هم خب بالاخره کارمند ایرانی اینا داشتم، مشکلی باش سوسولن کارمند ایرانی یه ذره. ببین یه داستانی که هستش، البته که به نظر من هر ملیتی واقعا این هست که میگن خوب و بد و کاری و غیر کاری داره و اینا، یه داستانی که میشه، چون شاید ما مثلا به عنوان من که خودم کارفرمونه، مثلا به عنوان کسی که مثلا مسئول اون بیزینسه با ایرانیه 4 تا شوخی هم میکنی فلان، من خودم اینجوری هم که مثلا آقا
الان مثلا هفته پیش کنسرت کی بود مثلا آدم پورت مثلا من با 2 تا از کارمندان مثلا یکم اینجوری میشه. البته شاید این اشتباه مثلا من اشتباه نمیدونم البته مثلا اینجوریه که میدونی رفاقت با ایرانی زودتر شکل میگیره و باعث میشه که مثلا حالا اونم مثلا بگه حالا من مثلا این کار حالا اینجوری شد. ولی خب با اون مکزیکیه چون من کامن گراوندی ندارم مثلا فوقش مثلا میدونم مثلا یه بار مثلا تو ریچموند هیل رستوران مکزیکی هستش مثلا که اونم اونرشون من شنیدم ایرانیه خیلی جالب که مثلا برم یه رستوران مکزیکی باشه دونه غذا بخورم مثلا. آره ولی خب بهتر کار نمیکنن. فکر میکنم اونه داستانش اونه که این صمیمیته که زیاد میشه که من فکر میکنم این در حالا شاید مثلا جای سری جاها رو حساب اینکه رفیقی مثلی کوتاهی‌ها بشه ولی در اوورال به نظر من اون ایرانیه بهتره. ولی حالا میگم مکزیکیه چرا قطعا چون میگم اون داستان زیاد با من صمیمی نیست. یه سری کارا رو حواسش هست مثلا صبح سر وقت میاد میدونی یه سری کار رو میگم حتما اون انجام میشه. من حس می‌کنم یه دلیل دیگه هم به خاطر اینکه حالا داستان دلار توی 10 سال گذشته خیلی چیز شد دیگه گرون شد و اینا. ما خب ایرانی‌ها خیلی مثلا من اینجا بودم قبل اینکه وضعیت پیش اینا خیلی وضعیت مالی بهتری داشتن همه یعنی چه پولدارش چه بیپولشون که تازه ایران می اومد و اینا. بعد مثلا اینطوری بود که خب ایرانی‌ها اینطوری خیلی وقتا تو من فلان کار نمی‌کنم مثلا میدونی بعدن حالا یه مقدار مجبور شدن به اون معروف و اینا. من حس می‌کنم یه مقدارش هم اونه بعضی از ایرانی مثلا من میومد واسم کار می‌کنه روز اول میومد میگم من نمیتونم. ما خیلی اینجوری داشتیم. ما دوستانی که اومدن یعنی همین ریسنتلی همین خب ما کار واسه بیگینرها نیست. بله من الان یه دونه مثلا دلیوری تراک خب ما الان شکر خدا مثلا 7 تا ماشین دلیوری داریم که همه جای تورنتو چیز می‌کنیم. مثلا چند هفته پیش یکی از پسرای دوستای پدرم که تو ایران اتفاقا کارشون لاستیکه و اینا اومدش مثلا خدمت درس کنم که مغازه ما که ما بیایم مثلا میخواد یعنی پدرش زنگ زد به پدرم که میخواد بیاد و فلان و اینا اومد و ما هم خب میدونیم اون کار نصب و جابجا کردن گفتیم دلیوری 2 روزم دادیم با یکی از بچه‌ای که مثلا دلیوری بود و اینها رفتش و مثلا این فقط مثلا خود اونا مثلا گفتن ببین این وایسا رو میذاریم یه در مغازه حالا من میرم تایل رو خالی میکنم تو برو چکو از مثلا آفیس طرف بگیر بیا این کارو میکرد و اینا اومد و اینا چون کمکی میرفت کاری نمیکرد اینا گفتیم اوکی روز سوم اومد و اینا گفتم این کلید اینم این وایسا تازه کم اما مثلا خود اون بچهای دلیوری که بودن و اینا گفتن اون مسافتای دور و اون جایی که بد جای پارکه و یارو آدم عصبانیه ریلکساد و ریچموند هیل این بر اونور 3 تا دادیم بهش و اینا رفت مثلا بعد مثلا ما خوب میدونیم دیگه این 3 تا دلیوری رو بریم مثلا 12 تموم بشه ساعت 1:30 کجایی اومد و اینا رانده بعدی رو باید بره دیگه. من این وایسا رو آماده کردم اومدم میگم گفتم اینا رو بگیر و اینا گفت آقا سم میتونم با تو یه صحبتی بکنم و گفتم حالا برو بیا بعد صحبت میکنم. من باید صحبت بکنم. گفتم چی شده؟ من نمیتونم گفتم زد زیر گریه. گفتم الان آخه من حساب کردم رو تو حداقل این راند بعدی 3 تا دلیوری دیگه الان من اینا رو ندادم اونا ببرن که تو داری میای ببری اصلا نمیتونم فعلا اینا داد به من خدا پولم نمیخوام خدا نگهدار. گفتم یعنی چی اومدم تو حالا پول اون یه روزشو بهش دادیم و اینا و رفت و یعنی این خیلی یعنی ریسنتلی ترین موردی بود که برام اتفاق افتاد. خیلی مورد دیدم. حالا منو خشی 15 سالم ایران میشستم بعد اومدیم اینجا خشی هنوز دیلرشیپ نزده بودیم ما اولین کارمون با هم دیگه رفتیم کانستراکشن کار کردیم مثلا 16 سالمون 16 سالم بعد اینی که میگم مثلا من خشی خب وضع خانواده‌مون اوکی بود خب ولی خوب نبود ولی همیشه اوکی رو به بالا بود هممون متوسط رو به بالا اصلا احتیاج به کار و اینا مثلا نداشتیم دلار هم ارزون بود ولی مثلا فاز کلکل با هم دیگه که نه نمیتونیم کویت کنیم آقا این یارو ساب کارم دیگه دید ما افتادیم با هم دیگه تو کلکل ما رو برداشت بردش نمیدونم طویله خب اولین کار بریم نمیدونم یه جایی رو باید یه جای چوبی رو خراب کنید بسازید ساعتی $10 یادم بمون اولین کار بچه بودیم ما هم سری کلکل یه 2 هفته کار کردیم بعد دیگه آخر سال گفتیم ببین بابا بریم توی کار دیگه آره ولی دیدم چیزام می‌کنی با موزیک هم می‌ذاریدم اینوالو بودی اون سری یعنی چیز می‌کنی برنامه‌گذاری می‌کنی اسپانسر می‌کنی دیدم تو کنسرت شایمایه بودی
کنسرت شایعه که از دوستان خیلی خوبم از محمد رضا و خدمت درس کنم که از ایران که داشت می اومد، خب ما با هم کانکت شدیم. من رفتم فرودگاه دنبالش و اون 2-3 روز کنم اپریل 2025 بود، اون 3 روزی که تورنتو بود و اینا خیلی با هم حال کردیم. یعنی از اولش من باهاش بودم که حالا کنسرتش بود و هر شب یه جایی بودیم و اون که از اون بابت بود که تو بک استیج کنم تو هم دیدم تو اینا. خیلی 3 شب خوبی بود. من فکر کردم اونجا برنامه گذار شدی. نه بابا، و خدمت عرض کنم که اونجا با هم بودیم و اتفاقا قرار بود که برای فکر میکنم تابستونش، آخر تابستون یا زمستونش کنسرت دیگه تورنتو داشته باشه که حالا متاسفانه دیگه رفت توی سری داستان‌ها و دیگه اصلا الان خبری ازش نیست. خبری ازش که من باهاش حالا در تماس هستم، بعضی موقع اینترنت وصل و در حد پیام زنگ و اینا که انقدر ایران همه خودمون اینجا درگیریم و اینا خوبه. یکم متاسفانه هیت گرفته سر این داستانای تایمینگ خیلی خوبی نداشت، ولی خب نه اینکه دست خودش فکر کنم نبود. بله. خب ببین از همون موقعی که من یادمه که اینجا بودیم، خب از خیلی قبلترش بهش پیشنهادهای مجوز، اصلا یه دفعه پادکست تایر من راجع به محمد رضا شایعه بعد خدمت درس کنم که از همون قبل شده بود. خودش خب خیلی بچه، حالا من به عنوان رفیقش میتونم بگم که بچه مردمی نمیخواست، حداقل نمیخواست که جزو اولینا باشه. میگفت حالا کسای دیگه اول بکنم بعد من باشم. ولی خب اینجوری شد که یه جوری بهش گفتن که همه میخوان یه کسی اول بره اون هیتر رو بگیره و اینا، راش برای بقیه باشه، تو برو این کسی باش که این کار رو بکنی و اینا. و خب به نظر من رفت این کار رو کرد. میدونم که پیشم به تنش مالید، ولی خب امیدوارم هر جا باشه موفق باشه. واقعا این حرفا که راجبش هستن 90% الکیه، هیچ تای و هیچ چیزی من مطمئنم که با هیچ کجایی نداره. اگر داشت با این استعدادی که الان داره و فلان اینا خیلی میتونست کارایی تو ایران بکنه که خیلی ها نمیتونستم. ولی خب چیز شد. ماشین مورد علاقه چیه؟ ماشین باز هم هستی؟ ماشین ماشین نمیخوام بگم ماشین چی داری، ولی مثلا بین ماشینا بخواید چه ماشینی بدت میاد، چه ماشینی خوشت میاد؟ ماشینی که خوشم میاد قطعاً لامبورگینیه. کدومش؟ ببین قطعاً لامبورگینی های سواری، ولی خب واسه کانادا یکم اونا میدونید دیگه، حالا پیرو اون حرفی که آمریکا و اینا، مثلا یه لامبورگینی مثلا اونتادور کانورتیبل یا هوراکان کانورتیبل، خب اینجا تو کانادا بیسیکلی میتونی مایی سالی مثلا 2-3 ماه قشنگ سوارشی حالشو ببری و اینها. تو کانادا آبیستی میشه اوروس که خیلی شاسی بلندشه. آره ولی خب پرفرنس هم یکیه. ولی توی ماشینای حالا معمولی ترم بنزو خیلی دوست دارم. بنز به نظرم، قبلا فکر میکردم پورش خیلی خفن تره، ولی به نظرم بنز واقعا تو این کتگوری حالا ماشینای متوسط رو به بالا واقعا لحاظ کوالیتی یه لول دیگه است به نظرم. بعد مثلا به نظرت الان مثلا این جی کلاس ها بین بنز اگه بخوای انتخاب بکنی کدوم مدل انتخاب می‌کنی؟ من خودم CLS ها رو خیلی دوست داشتم. CLS آخری ها بود دقیقاً. CLS من دقیقاً یادمه، چون خودم می‌خواستم موقع بخرم، حتی یادم رفتم تست درایو هم کردم. CLS 53 که اومده بود و اینا خیلی قشنگ بود. من والا میگم حالا خب جی رو خیلی دوست دارم، AMG GT رو خیلی دوست دارم تو ماشینایی که هستش. به نظرم ماشینای شیک هر کدوم کاتگوری خودشون و اینا دیگه. جی تی یه مدلی، جی یه مدل دیگه به نظرم. ببین اگر فکر کن مثلا 10 سال دیگه بخوای بیزنس رو ادامه بخوای بدی، فکر می‌کنی مثلا چیکار می‌کنی؟ همین سیچویشن دیگه که مثلا فکر می‌کنی برنامه‌ت بزرگتره، فکر می‌کنی قطعاً. خب ببین آدم، من همیشه ایرادی که به خودم همیشه میگیرم اینه که آدم یه سری مثلا چیزایی که هستش و وقتی خیلی راجع بهشون صحبت میکنی با آدما احساس میکنی اینو مثلا ویژوالایز یه جوری میشه که تو ذهنت نمیدونم، یا مثلا بهت میگم بابا تو مثلا این یعنی گیزتو میگیرن فلان میکنن، یا اینکه خیلی راجع بهش صحبت میکنی برات یه جوری میشه که انگار اون چیزا رو نداشته باشی و اینا. حالا ما میخوایم اینجا به جوانان
اون مرز و بوم و این مرز و بوم چیز کنیم که اگه میخوان شروع کنن بیزنس اونر باشن و اینا مثلا نه حتما که باید یه پلنی، یعنی باید مثلا اینجوری باشه که الان توی نقطه هستی حتما فکر کنی که سال بعد کجا میخوای باشی، فلان میخوای باشی. من تو کار خودم مثلا خب فکر میکنم که یه چیزای جنرالشو بخوام بهت بگم، قطعا میخوایم که حالا خب ما اونتاریو رو اومدیم کار کردیم به این شکل، قطعا اگر موقعیتش باشه دوست دارم که توی پراوینس های دیگه کانادا حتما یه شعباتی داشته باشیم و خدمت عرض بکنم که حالا خب ما الان نماینده یه برند که رنگ یک لاستیکای چین هم هست، خیلی تایر خوبی هستیم. قطعا پلنم اینه که یعنی آمارشو گرفتم که مثلا چون میدونم که خیلی از این برندهایی که تو مارکت کانادا و کلا تو دنیا هستن پرایوت اوندن، یعنی مثلا اینجوریه که تو میری به کارخونه که باش حال میکنی، قیمتاش خوبه، کوالش چیزی، همین مثلا شرکت که من باش کار میکنم میری بگی آقا من بخوای مثلا همین لاستیکو با برند من بزنی چه جوریه. خب یه سری ریکوایرمنت هایی داره که قطعا دارم فکر میکنم که مثلا توی استپ مثلا 2-3 سال آیندم اگر قسمت بشه، اگر لیاقتشو داشته باشم، بتونم مثلا برند خودم رو داشته باشم به امید خدا. این چیزا دیگه که ببین یه سوال آخرمه، اگر مثلا یه عادتی که فکر میکنی باز شد مثلا موفق تر چیه؟ مثلا من واسه خودم اینه که صبح زودتر بیدار شم، هر چی زودتر تو اون روز بیدار شم خنده ای کرد آقا صبح یکم منم همینطوریم، خیلی سخته، ولی من فهمیدم روزایی که زودتر بیدار میشم، یعنی اگه مثلا قراره 8 بیدار شم 6 بیدار میشم، اون روز مثلا به اندازه 4-5 ساعت بیشتر کار میکنم، خیلی بیشتر کار میکنم. حالا واسه هر کسی یه چیزیه، مثلا یکی میگه من نمیدونم به نظر خودت مثلا عادتی بوده که جا انداختی و مثلا من یه عادتی که دارم، خب من فکر میکنم با یه درصد خیلی زیادی ADHD خیلی شدید دارم و اینه که حالا نمیدونم این از این بابت ADHD هست یا یه عادت خوبیه که من دارم، روی یه چیزی کلید میکنم حتی تو مسئله شخصی ما، یعنی مثلا الان باید جوابشو پیدا کنم، یه راه حلی براش پیدا بکنم و این فکر میکنم که تو بیزینسم، حالا شاید تو زندگی شخصی میگن سندروم همین الان اینو حتما باید برم سرچ میگن کنم. سندروم همین الان، یعنی میگن اگه تو هر چیزی رو مثلا دیدی میگم من میخوام نمیدونم برم مثلا پشت کامپیوتر این کارو کنم، میگی بذار فردا میکنم، این سندروم همین الانه، همین الان میکنم چیزش میکنم. من اینو خیلی دارم و اینکه یعنی مثلا حتی شده خب من این بیزینس رو با پدرم خب میدونی ران کردیم و اینا، حالا 2023 حالا بیزینس رو ازش گرفتم آره برای منه، یعنی با هم دیگه چیز کردیم و ولی خب اینجوریه که مثلا اون موقعی که مثلا بابا مثلا خیلی یه مثال خیلی خنده‌دارش میگم، خب بابای من به خاطر اینکه بیزینس ایرانش هم فعاله خیلی موقع همیشه میره ایران، مثلا یهو من نشستم 8 شب مثلا دارم حساب کتابا رو بعد اینکه همه رفتن میزنم و اینا، یهو مثلا یه سوال خیلی عجیب غریبم، نه مثلا اینکه این مشتریه چرا $40 بدهکاره به مشتریه که به خاطر احترام زنگ نمیزنم قطعا، ولی میدونم این مشتریه رو بابام باهاش صحبت کرده، زنگ زدم بابام ایران 4 صبح ایران، یه بار نه 10 بار مثلا با الو چی شده بابا یا آقا مشتبه این 40 میگه به من 4 صبح زنگ زدی و اینکه جوکه تو خانواده‌مون دیگه. حالا اینو خیلی دارم فکر می‌کنم که خوبی دارم آره به نظرم تو کار آره من باید اون مشکلی که پیش میاد همون لحظه انجام بدم. خیلی مغز خودم رو اذیت میکنه واقعا، چون بعضی موقع یه چیزیه که حل نمیشه و نیازمند زمانه، واقعا اعصابت خورد میشه ولی خب به نظرم که کمک کرده من. آقا دیگه خیلی خوشحال شدم. ان الله یه پادکست دیگه بزنیم، خشی هم باشه. خشی بهت زنگ زد؟ خشی به من زنگ نزد. خیلی بیشوری. خیلی بیشوری. اینا رو حذف نمی‌کنم. نه بیشوره ازم. اینا رو حذف نمی‌کنم ببینی. چون قرار بود چیز شه امروز ظهر یهو بهم زنگ زد گفت پادکست امروز یا فردا؟ امروز گفت من یونیکارم. نمیدونم خودم به سن زنگ می‌زنم گفتم نمیدونم هر کاری دلت می‌خواد بکنی ولی نه حالا بهش خیلی بیشوری. بیزی. آقا خیلی خوشحال شدم. ممنون دعوتتون.